سلام، من محمد رضا نامجو هستم و در طی این ویدیوها سعی دارم کتاب 300 تمرین در واقع بیسیک برای ویولون رو بهتون معرفی کنم و با هم دیگه بیشتر باهاش آشنا شیم. این کتاب بر همه در واقع نوازنده ها نوشته شده، چه از کسی که مثلا یه سال داره ساز میزنه تا نوازنده های حرفه‌ای ویولون که سالهاست مشغول این کار به صورت جدی هستن. اگه متن کتاب رو داشته باشید و بتونید همزمان که ویدیوها رو نگاه میکنید متن کتاب هم بخونید و باهاش مثلا بیشتر ارتباط برقرار کنید، ممکنه که به فهم کتاب بیشتر کمک کنه. اینجوری نیست که این کتاب مثل یک کتاب درسنامه برداریم و از اول تا آخر بزنیمش. یه جور هر کسی با توجه به نقاط ضعف خودش که خودش اونا رو پیدا میکنه یا معلمش بهش کمک میکنه، برای هر کسی راه حلای در واقع خاص خودش رو داره و میتونه توی همون نقطه‌ای که مثلا ضعف داره بره پیدا کنه از توی کتاب و کار کنه. نگاه کردن به کل اینا قطعاً باعث شناخت میشه و کسی که کل این کتاب رو مطالعه کنه و تمرین کنه با ویولونش خیلی میتونه در واقع توی این مسیر موفق باشه و خیلی چیزا رو بشناسه. به شکل مرجع هم بعدا میتونه بهش برگرده، یعنی کتاب اول یه دور مطالعه میکنه بعد میذاره کنار کتاب خونه. حالا هر زمان در طول سیر زندگی نوازندگیش ممکن به یک مشکلی بر بخوره یا مسئله جدیدی رو در واقع یهو متوجه شه و وقتی که با اون موقع به کتاب برگرده خیلی میتونه بیشتر بهش کمک کنه. توی کتاب کلا دو نوع تمرین وجود داره. دو نوع تمرین وجود داره که البته خود در واقع مقدمه مترجم و نویسنده به جور دیگه‌ای بیان میکنه، ولی به صورت ساده برداشت من این بود که دو نوع تمرین شناختی و در واقع تکنیکال داره. تمرین‌های شناختی منظور چی؟ منظور اینه که آگاهی بخشن و تمرینایی نیستن که ما نیاز داشته باشیم اونا رو هر روز مثلا حالا تکرار کنیم و یک بار مطالعه اون و یه هفته درگیر اون بودن و تمرین کردن میتونه قضیه رو برای ما جا بندازه. مثالی که بتونم بزنم یه خورده قضیه قابل فهم‌تر شه، به عنوان مثال رانندگی. اگه کسی میخواد رانندگی یاد بگیره با یک مسئله دو وجهی مواجه میشه، یک قسمتش تکنیکال، یک قسمتش در واقع شناختی. حالا مربی که این میاد در واقع و بخواد به این آموزش بده، دو مدل تمرین در واقع برای این طراحی میکنه. اولین جلسه‌ای که میره میشینه پشت ماشین بهش میگه که چجوری بشین و هر کدوم از این اجزایی که میبینید چی هن و چجوری با اینا کار میکنی و عکس العمل اونها به تو چی هن. مثلا به تو میگه که پاتو اگه بذاری مثلا پاشنه پاتو روی کف در واقع ماشین و از این عضله مچت استفاده کنی باعث میشه که ماشین گاز بده. این میشه تمرین شناختی و تمام در واقع بحث تمرین شناختی این کتاب همینه و میاد و یه موضوعی رو فقط مطرح میکنه و ما با مثلا حالا یه خورده درگیر شدن با اون موضوع شناختمون نسبت به اون مسئله بیشتر میشه. حالا یه مدل تمرین‌های تکنیکال هم داریم. تمرین‌های تکنیکال برای در واقع تقویت یه مهارت هم و نیاز به تکرار بیشتری دارن. همون مهارت حالا گاز دادن رو اگه در نظر بگیرید، اگه شما فقط متوجه باشید که پدال گاز کدومه و من با کدوم عضله پام باید این پدال گاز رو فشار بدم، یه بخش موضوع ماجراست. اما اینکه من این گاز رو چجوری تحت کنترل خودم در بیارم و با ترکیب با مثلا پدالای دیگه و اجزای دیگه اتومبیل چجوری بتونم از استفاده بهینه تری بکنم، توی هر چند راننده ممکنه متفاوت باشه و ما راننده های بهتری داریم که از این در واقع پدال میتونن بهتر بهره ببرن و در واقع راندمان بالاتری رو تجربه کنم و این که من چجوری این اجزا رو تحت کنترل خودم در بیارم نیاز به تمرین بیشتری داره. نوازندگی ساز و نوازندگی ویولون یک مهارت کلانه که تشکیل شده از بسیار زیاد پارامترهای ریزتر و توجه به عناصر ریز باعث میشه که ما اون بخش کلان رو بتونیم در واقع بهتر به اجرا بذاریم. و خود سایمون فیشر البته یه جمله‌ای داره میگه که نواختن ساز باید به صورت کاملا ناخودآگاه پیش بیاد، یعنی همونطوری که شما توی در واقع نوازندگی
ویولون باید احساسی داشته باشید که هیچ فکری نباشه توش. وقتی که من دارم یه قطعه رو اجرا میکنم نباید فکر کنم که چجوری دارم اینو اجرا میکنم، فقط باید به اجرا در بیاد. مثل راننده‌ای که داره همزمانی که توی جاده حالا میره میتونه تلفن صحبت کنه، خوراکی بخوره و کارهای مختلف انجام بده، جدا از اینکه خیلی به این توجه کنه که رانندگی من دارم دقیقاً چه کاری رو انجام میدم. و این در واقع بهترین راهش برای فعالیتایی که پارامترهای خیلی زیادی درش دخیله، مثل نوازندگی ساز، جداسازی اون پارامترها و به ناخودآگاه سپردنشون به صورت تفکیک شده است. برای همینه که ما در واقع هر مهارت رو دوست داریم جدا کنیم و جداگانه از بقیه اون رو در واقع تکرار و تمرین کنیم که اون مهارت رو به صورت خاصه تو ذهنمون حک کنیم. در نهایت امیدوارم که این ویدیوها بتونه برای شما مفید باشه و حد اکثر استفاده رو بکنید. ممنونم.